آقا میگن ز گهواره تا گور دانش بجوی. دقیقاً نمونهش آقا مهدی عزیزن که روزی 1 ساعت زمان میذارن از یه شهر دیگه میان زنجان و 1 ساعت هم دوباره زمان میذارن میرن تا این هنر بی‌نظیر رو از استاد محمدی عزیز یاد بگیرن. من واقعا این چی واسه گفتن ندارم، بریم تا این هنرشون رو با هم ببینیم.